در خطای باز یک قوم مسلمان با نام هویی که اساساً در ولایت یونان خطای به سر میبرند برای حمایت از ارزش‌های دینی خود به اعتراض برخاستند. ولایت یونان در جنوب و غرب خطای در مرز با چند کشور تایلند، ویتنام، لاوس و میانمار جایگیر شده است. روز 27 ماه سال 2023 100 تن از این قوم خویزو مانع تخریب بوم مسجد تاریخی در منطقه توگاهی جایگیر شده به برخورد تند پلیس دچار شدند. در ثبت ویدیویی که در اینترنت نشر شده دیده می شود که دهها نظامی زیر پوش با مسلمانانی که در درآمدگاه مسجد که مکان عبادت اقلیت مسلمانان این منطقه از قوم هویی بود جمع شدند. برخورد بیرحمانه نموده کوشش پراکنده نمودن ازدحام را میکنند. بعدا نیروهای پلیس منطقه را ترک نموده ساکنان محلی شب را در نزد درآمدگاه مسجد روز کردند، ولی صبح 28 ماه نیروهای پلیس دوباره به مسجد فرو ریختند. حکومت علاقه مبیلی را در این منطقه قطع نموده اعتراض مردم را یک عمل خیلی ضررآور برای اداره امور جمعیتی دانسته و از اعتراضگران طلب کردند که خود را تا 6 یوم به مقامات تسلیم کنند. به ضد اعتراضگرانی که خود را اختیارا می سپارند مقامات جزای سبکتر وعده دادند. بنا به گفته حکومت محلی بعضی از قسمت‌های مسجد غیر قانونی تعمیر کرده شده است و با امر دادگاه که سال 2020 صادر شده است باید از بین برده شوند. طبق معلومات این مسجد در قرن 13 در زمان حکمرانی سلوله مینگ ساخته شده بارا تعمیر و پردازکاری شده است. از جمله به آن 4 مناره و بام گنبدی نیز اضافه کرده شده است. در سال 2019 قسمت از این بنای مسجد بر روی خط یادگاری‌های فرنگی و تحت حمایت نیز شامل شده بود، اما بعد برای دوره سوم در مقام رهبر خطای ماندن سی جین پینگ و ادامه سیاست‌های دین‌ستیزی حزب حاکم کمونیست فضا را برای دینداران روز به روز تنگ نموده نظارت آنها را پرزور کرده استودند. حکومت سی جین پینگ از جامعه دینداران و مذهبی در خطای صداقت مطلق سیاسی و همین طور خطای کنی دین‌هایشان را طلب دارد. تأسیس پایگاه‌های معلوماتی یگانه برای معلمان دین‌های اسلام، مسیحیت و یهودیت، مسدود نمودن کمک‌های سازمان خیریه خارجی به مؤسسه‌های دینی، مخصوصاً به مؤسسه‌ها و سازمان‌های دین اسلام و مسیحی با سبک معماری خطایی ساختن بناهای دینی از جمله مسجدها از نمونه این سیاست دین‌ستیزانه خطای نام برده می‌شوند. باور می‌رود تخریب این مسجد نیز ربط به همین سیاست دارد، زیرا این مسجد در عصر 13 با سبک معماری شرقی اسلامی بنا یافته است. در رسانه‌ها بیشتر درباره از این سیاست‌های اسلام ستیزانه حکومت کمونیستی خطای آسیب دیدن مسلمان‌های اویغور از ولایت شینجان در شمال غربی این کشور که در مخزن‌های تاریخی این سرزمین بیشتر به نام قاشغر معروف است خبرها نشر می‌شوند. ولی اویغورها که زبانشان از گروه‌های زبان‌های ترکی است تنها قوم مسلمان ساکن خطای نیستند. در همان قاشغر در نهایت توش قرغان ده‌ها هزار تاجیک اکثرا بدخشانی و نیز به سر میبرند. همین طور در ولایت یونان خیلی درونتر قلمرو خطای تقریبا 10 میلیون مسلمان‌های سنی از قوم هوی به سر میبرند که به فرق از اویغورها به زبان‌های چینی حرف میزنند. باور میرود که هوی‌ها اولاد تاجران عرب و تاجیکانی اند که هنوز 1200 سال قبل در عصرهای اول ظهور اسلام به خطای آمده اینجا مقیم شدند. آنها حنفی مذهب بوده یک رویه صوفیانه این مذهب را پیروی میکنند.